بریم یه حلوای هویج که مخصوص ارومیه هست و تو شب یلدا براش صف میکشن و با هم دیگه درست کنیم. و 2 تا هل که از وسط نصف کردم اضافه میکنم بهش. زیر شعله حتما باید ملایم باشه و تا زمانی که آب هویج کاملا تبخیر بشه به هم میزنیم. وقتی به این مرحله رسید که آبش کاملا تبخیر شد، هلایی که انداخته بودم و در میارم اینجا و در این مرحله شیره انگور رو اضافه میکنم. من 1 پیمونه شیره انگور همراه با نصف پیمونه شکر قهوه اضافه کردم. شما میتونید همش رو شیره انگور بزنید. من خونه کم داشتم به جا شکر استفاده کردم. و بعد شیره و شکر 1/4 قاشق چایخوری پودر هل اضافه میکنم. و وقتی به این مرحله رسید تقریبا شیره انگور جذب شد، دوباره 1 پیمونه دیگه شیره انگور در این مرحله اضافه میکنیم بهش. و 1 قاشق گلوکوز یا عسل. اگه گلوکوز نداشتین جایگزینش رو عسل بزنید. و 1 قاشق عسل یا گلوکوز. به به چه معجونی شود. و 1 پیمونه گردو، پیمونه پودر. و وقتی به این مرحله رسید، یعنی بار دومم که شیره انگورش رو اضافه کردیم کاملا جذب شد، الان گردوش اضافه میکنیم. 1 پیمونه پر گردو. گردو رو تقریبا 5 دقیقه مونده که زیر حلوا رو خاموش بکنیم میریزیم که نرم نشن زیرش. من از 5 تا هویج متوسط استفاده کردم، انقدر شد. شما میتونید بیشتر یا کمترش بکنید. در این مرحله دیگه زیرش رو خاموش میکنم. از داغی که افتاد میکشمش داخل ظرف مورد نظر. من اینجا قالب کمربندی قلب رو انتخاب کردم و انتقالش میدم داخل این.